شب 29 نوامبر در یک بنای بلندقبته در شهر всеволожسکی ولایت لنینگراد بر اثر ترکش بالون گاز سوختار شدید سر زد. چند منزل را به کام خود کشید. در حالی که نجات بخشان MCS هنوز در راه بودند، اولین شده برای نجات ساکنان مهاجران از تاجیکستان فرخ عمروف و ظریف نیازوف شتافتند. محض آنها ساکنان درمانده را از درون آتش بیرون برآوردند و علنگه آتش را هنوز تا رسیدن سوختار نشانها فرو نشاندند. شبکه میر 24 میگوید ساکنان نجات یافته شاید حتی اسم نجات بخشان خود را ندانند، ولی فرخ و ظریف گفتند که این برایشان مهم نیست. مهم این است که آدمان زنده ماندند. میگویند آنها. فرخ قبلا به سامانه فنتانک قصه کرد که ترکش در بنای همسایه چنان بلند بود که او ابتدا گمان کرد که بمب کفاندند. او علنگه آتش را در قبت 12 بنا را دیده به آنجا شتافت. در کوچه فرخ از ماشین بیرون جاییده به او پیوست. لیفت کار نمی کرد. با زینه پایه ها برآمدیم. همه پایان می فرآمدند ولی ما بالا می رفتیم. مردم از تهلکه کسی با لباس تک بیرون می رفت و کسی سگ و پشک را در بغل کرده بود. نقل می کند فرخ و ظریف. فرخ و ظریف در تاجیکستان همسایه بودند. او بر وقت از پدر و مادر یتیم مانده است و او را بابایش به وایه رسانده است. فرخ مجبور شد که هنوز در سن کودکی مکتب را پرتافته کار بجوید. فرخ عمروف 14 سال قبل برای مردکاری به روسیه آمد و الکه شهروندی روسیه را به دست آورده است. همسایه او ظریف بعدتر به روسیه آمد. حالا فرخ در یک شرکت افتوکار میراند و ظریف تاکسی میراند.